اگر که میخوای 0 تا 100 این میکاپ زیبا رو یاد بگیری حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باش. اول از همه با کانسیلر لورا شروع میکنم و بعد میام کانسیلر رو پشت چشمام اپلای میکنم و اینکه میام اونو فید میکنم. بچه‌ها واقعا کانسیلر لورا آرت 24 ساعت است، یعنی وقتی من شبا میرم صورتمو میشورم اون کانسیلر اصلا نمیره، خیلی سخت میره. به نظرم جز بهترین کانسیلر است. حالا میام کانسیلر رو پشت چشمام قشنگ فید میکنم، فقط به صورت ضربه‌ای. اصلا تو مرحله پوست سازی و همچنین کانسیلر کشش نداریم، فقط به صورت ضربه‌ای باید پشت پلک فید بشه. حالا میایم پشت پلکمون رو با پودر بیک خیلی کم خشک میکنیم، چون میخوایم متریال چرب روی پشت پلک بیاد، پس باید خیلی کم خشک بشه. دقیقاً در امتداد خطی که دارم بهتون نشون میدم، در این امتداد با کانتور چرب شروع میکنیم به کشیدن یک خط چشم و همچنین حالا یه چسب زیر اون خطی که کشیدیم میزنیم و از آخرین رویش مژه ها یه مثلثی تشکیل میدیم با همون کانتور چربمون، به اون صورتی که دارید میبینید، و اینکه داخلش رو با همون کانتور چرب میایم پر میکنیم. حالا با همچین براشی میایم کانتور چربمون رو قشنگ فید میکنید. ببینید فیدش رو که انجام دادید با همون براشی که دستتونه اضافی مواد را تا زیر خط کریس هم بیارید. الان میایم این دوتا رنگ رو با هم ترکیب میکنیم و شروع میکنیم به سایه زدن. دقیقاً همون جایی که کانتور چرب انجام شده و فید شده باید همونجا سایه بخوره. حالا با یه براش تمیز که هیچی روش نیست میایم کاملا مرزای این سایه‌مون رو به این شکل فید میکنیم، به شکل دورانی. حالا میام از پلتم رنگ صورتی رو برمیدارم و حالا میام رنگ صورتی رو اپلای میکنم، دقیقاً از اون جایی که کانتور چرب زده بودیم و این سایه رو تا جلوی چشممونم میاریم. حالا یه شاینا با دستمون به کره چشممون اپلای میکنید. بچه‌ها همیشه شاینا رو با دست بزنید، با براش اصلا خوب نمیشه. حالا با آکوا یه خط چشم خیلی خیلی نازک میکشیم، چون میخوایم که خط چشممون رو فید کنیم. بعد از اون میایم خط چشممون رو با یه سایه قهوه‌ای دقیقاً سر جای خودش میایم فید میکنیم و فیدش رو به سمت بیرون چشماتون هم ببرید که وقتی چسب رو کندیم چشممون کشیده تر دیده بشه. حالا رنگ مشکی یه مقدار اضافه میکنیم که خط چشممون یه کوچولو خودش رو بیشتر نشون بده. و حالا چسبا رو از چشممون زیر چشممون میکنیم و انقدر تمیز و خوشگل میشه. برای پوست سازی من اول از همه از آبرسان کلینیک و امبریلیوز استفاده کردم. بعدش ترکیب کرم پودر مای میکاپ و لورار. ببینید طریقه سریع زدن کرم پودر به این شکله. از فک باید شروع بشه، کم کم باید بریم به سمت بالا با یه براش سرتخت کل پوستمون رو به همین شکل مرتب و منظم باید کرم پودر بزنیم. حالا با همچین براشی روی قسمتایی که کرم پودر زدیم به صورت ضربه‌ای میزنیم که سطح کرم پودرمون صاف و یکدست بشه. این مرحله خیلی مهمه، چون هم کرم پودرای اضافی پوستتون رو کلا برمی‌داره، همین که واقعا پوست رو یکدست میکنه. بعد با یه براش نمدار کل صورتمون رو به صورت ضربه‌ای قشنگ روی پوستمون بلندش میکنیم. حالا میریم سراغ کانسیلر زیر چشممون. اولین کانسیلری که میزنید باید حتما توناژ نخودی داشته باشه و من قبل از زدن کانسیلر زیر چشمم یک کمی نارنجی زدم که کامل تیرگی های زیر چشمم بتونه کاور بشه. این رنگ نارنجی واقعا خنثی میکنه، حتی برای کسایی که پوستاشون تیره هست و میخوان سفیدش کنم اول از یک کرم پودر با توناژ نارنجی استفاده میکنم، بعد میام کرم پودر سفیدو روی پوستش میزنم به صورت ضربه‌ای. حالا دقیقاً زیر چشممونم کانسیلرمون رو بلند میکنیم. حالا نوبت میرسه به کانتورینگ صورت. بچه‌ها من عاشق اینم که صورتم استخوانی تر دیده بشه و به خاطر همین کانتوری که انجام میدم باعث میشه که صورت استخوانی تر به نظر برسه. دقیقاً جاهایی که من دارم کانتور چرب میزنم و شما هم انجام بدیم. حالا با یه براش که موهاش سفته شروع میکنیم به فید کردن کانتور. ببین کانتور گونه فیدش به سمت بالا، فک به سمت پایین و پیشونی به سمت رویش موها هستش. به همین طریق میام کل کانتورایی که روی صورتم انجام دادم و فیدش میکنم. حالا نوبت رژگونه مایع. رژگونه مایع رو دقیقاً جایی که زدم میزنم و به سمت بالا فیدش میکنم. و حالا نوبت میرسه به هایلایت کردن صورت. یه کانسیلر کاملا روشن رو بردارید و جاهایی که من دارم هایلایت میکنم و شما هم هایلایت کنید و اینکه زیر چشم و آخرین جا بیاین بلند کنید، چون زیر چشم به محض اینکه بلند شد باید با پودر بیک خشک بشه وگرنه چین و چروک زیر پوستتون ایجاد میشه. پس زیر چشم باید بلا فاصله بعد از اینکه روی پوست بلند شد باید خشک بشه. تمام این مدت نباید شما پلک بزنید، باید بلا فاصله خشکش کنید که چین و چروک زیر چشم معلوم نباشه. حالا وقت کثیف کاریه.
با یه پودر فیکس کل صورت رو باید فیکس کنیم. اول من یه پد برمیدارم و کل صورتم رو پودر رو روش میزنم. بعد با یه براش میام تمام پودرایی که روی صورتم زدم رو برمیدارم. حالا نوبت کانتورینگ خشک. دقیقاً قسمت‌هایی که با کانتور چرب زده بودیم و دوباره میایم با کانتور خشک میزنیم و شارژش میکنیم. حالا نوبت میرسه به شارژ کردن رژگونمون. دقیقاً جایی که رژگونه مایع زده بودیم میایم شروع میکنیم به رژگونه زدن. و حالا نوبت زدن این هایلایتر خوشگله که به نظرم اتمام کاره.